باورت نمیشه اگه بهت بگم روزانه تو ایران حدود 500 نفر که سالش میشه 180,000 نفر دچار سکته مغزی و لمس شدن میشن، چون این تکنیکی که الان میخوام یاد بدم نه خودشون بلد بودن نه عزیزانشون. پس خواهش میکنم تو رو خدا به خاطر حفظ جون عزیزانت، پدرت و مادرت، این آموزشی که امروز میدم و یاد بگیر و همین الان برای همه بفرست و جون خیلی ها رو نجات بده. عزیزم اگر یک نفر رو مشاهده کردی دچار این علائمه، بدون که داره دچار سکته مغزی میشه و فقط تو حدود 2 دقیقه وقت داری تا جونش رو نجات بدی و از لمس شدن و فلج شدن نجاتش بدی. گام اول تکونش نده چون مویرگاش پاره میشه. گام دو با یه سوزن چرخیاتی، یه استرنگی که تو یخچال داری، هر 10 تا انگشتش اول صفر فشار بده، به محض اینکه قرمز شد چند تا سوزن بزن. هر 10 تا انگشت این کارو بکن، کافی از هر انگشت 2 تا قطره بیاد. این باعث میشه که خون لخته نشه، مویرگ ها پاره نشه و فشار مغزی کاهش پیدا کنه. اگر دیدی دهنش کج شده، داره فرم چهره به هم میریزه، خیلی سریع جفت لاله های گوشش اینقدر فشار بده، بکش پایین تا قرمز شد. به محض اینکه قرمز شد با یه چاقوی تیغی 2 تا خط رو لاله گوش بنداز. آروم آروم مشاهده می‌کنی که دهنش برگشت، فرم چهره به حالت اولیه برگشت. همین تکنیک ساده میتونی جون این همه آدمو نجات بدی. ای کاش مردم ایران از این تکنیک آگاهی داشتن. پس این کلیپو همین الان برای همه بفرست. موفق باشی. یا حق.